تاجیکی یاد بگیرم و هم مردم اینجا خیلی مهربان هستن. با دانشجویان تاجیک خورده صحبت کرده؟ بله تقریبا هر روز با تاجیکان حرف میزنم حتما. من 10 روز است که تاجیکستان هستم و حتی الان چند دوست تاجیکی دارم. سعی میکنم باهاشون زبان تاجیکی تمرین بکنم و تقویت کنم. اسم من آرش افقیه. من از ایالت کالیفرنیا به اینجا آمدم. اومدم که بیشتر ادبیات فارسی و تاجیکی یاد بگیرم. باعث خوشنودی است که روز تا روز دقت خارجیان به زبان شیوای و غنی زبان تاجیکی جلب می‌گردد. باید گفت که یک گروه دانش‌آموزان از خارج مملکت برای آموزش زبان تاجیکی به کشور ما آمده در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان پای آموزش می‌باشند. جوش برر دانشجوی دانشگاه ایندیانای آمریکا میباشد. او در وقتی تعطیل به تاجیکستان آمده میخواهد زبان تاجیکی را آموزد و با فرهنگ و تمدن ملت تاجیک آشنا گردد. زیرا میگوید جوش من دیرباز میخواستم به اینجا آمده با دانشجویان تاجیک با زبان تاجیکی حرف بزنم. هر روز از ساعت 8:30 درس های ما شروع می کنند. باز تا ساعت تا ساعت 12 تمام میشه و درون این ساعت ها ما بسیار یاد میگیریم و درباره فرهنگ ایرانی، هم درباره فرهنگ تاجیکی و لهجه تاجیکی هم یاد میگیریم. بعد از 4 ساعت ها ما درس های خصوصی هم داریم و در درس ها ما میتوانیم درباره هر چیز صحبت کنیم. پیش از به تاجیکستان آمدن درباره تاجیکستان معلومات داشته؟ بله من معلومات داشتم، لیکن البته نه اینجا نبودم، هرگز نبودم، اما بله کمی معلومات داشتم درباره تاریخش و فرهنگش. و من در این تابستان فقط 2 ماه داریم برای زبان تاجیکی و فرهنگ تاجیکی یاد میگیریم. در این گروه 20 نفر از دانشگاه‌های مختلف آمریکا جمع آمده زبان تاجیکی را می‌آموزند. طبری از صحبت با آنها عیان گردید هر یکی تلاش می‌ورزد هر چیز زودتر نازکی‌های زبان تاجیکی را از بر نماید. من برای درس خواندن زبان تاجیکی و فارسی آمدم. من از کتابخانه ملی خوشم آمد. هم فرهنگ تاجیکی، بازار سبزی دوست دارم. هم درباره فرهنگ تاجیکی میخوام یاد بگیرم. هم تاریخ تاجیکی را خیلی من خواستم درس بخونم. هر هفته برای 5 روز اینجا هستیم. ما از ساعت 8:30 کلاس شروع میشیم. کلاس ها به چند رشته جدا شدن، مثل ادبیات یک قسمت تاجیکی داریم، یک قسمت موسیقی ایرانی و تاجیکی داریم و اصطلاحات های هر دو زبان یاد میگیریم. من میخوام بیشتر زبان تاجیکی یاد بگیرم که تا الان فقط زبان فارسی درس خوندم و میخوام سال بعد برم و یک آزمایش روی مجاهرین تاجیکی انجام بدم تا بفهمن چطور زبانهای دیگه یاد بگیرن تا در کشورهای مختلف کار کنن. دولت و حکومت از سالهای اول صاحب استقلالی با پیشرفت علم و معارف همچون پایدیوار رشد و ترقیات تمام ساحه‌های حیات